والدان محترم حتما این را گوش کنید، این خیلی برای شما مهم است. آنهایی که برای فرزندانشان همسر انتخاب میکنند و آنها را برای ازدواج مجبور میکنند، برای فرزندش زن انتخاب میکند یا دخترش را مجبوری به یک نفر به ازدواج میدهد، این خیلی اشتباه کلان است. تصور کنید خداوند دین را مجبوری قبول کردن اجازت نداده است. الله میگوید لا اکراه فی الدین، در دین، در قبول کردن دین مجبوری نیست. انسان باید شخصا قانع شده، قناعتمند شده دینش را، عقیدهش را قبول کند. همچنین در زندگی است. تصور کنید اگر با مجبوری میشد، نوح نبی علیه السلام فرزندش را مجبور کرده به کشتی سوار میکرد. شما چگونه میگویید که فرزندم تو قدم‌های اولینت را به حیات مستقلانه گذاشته ایستاده ای، حالا اینکه برای او شما استقلالیت پره در انتخاب همسرش نداده ایستاده اید؟ چگونه شما فرزندتان را تربیه کردید که برایش استقلالیت برای انتخاب همسر یا انتخاب زوجه شما پره نداده اید؟ والدین بهترین همان نفری هستند که فرزندان را چنان تربیه میکنند که در وقت انتخاب همسر برایش استقلالیت پره میدهند و باوری کامل دارند برایش.